درود، امیدوارم که روز فوق العاده ای رو سپری کرده باشید. دیروز من گفتم که انتظار یه حرکت سعودی قوی دارم رو به بالا. حدودا گفتیم 5% امکان در واقع پامپش هست و یک حرکت سعودی هست و اتفاقی که افتاد حدودا 3.5-4% ما پامپ شدیم و حالا تونستیم با بچه وی آی پی یه مقدارش رو هم شکار کنیم، حدودا 2%ش رو، و حدودا 44% به خودم داد و از همین حوالی 93 93 و 500 94 این حدودا 94 500 هم ریجکت شد. خب ببینید، امشب ساعت 10:30 ما اخبار نسبتا مهمی داریم. FOMC میتینگ داریم و ببینید دامیننس تتر شما بیارید نگاه کنید تایم فریم هفتگی، چیزی که ما داریم خب به وضوح هم مشخصه و غیر قابل انکاره که الگوی فوق العاده صعودیه. به این معنی که بیت کوین در واقع وارد بر مارکت میشه و حتی شده. خب ولی که انتظاری که من دارم خب این هستش که یک اصلاح بده. خب ببینید هر بار که رسیده یه اصلاحی داده، درسته، یه اصلاحی داده و منم نمیگم اینو نمیشکنه رو به بالا نمیره و میخوایم تا بی نهایت بریزیم، نه. بحث من اینه که یه اصلاح بده از اینجا، از این محدوده مقاومت و بعد بشکنه. خب طبیعیه، شما میشکنه بعدش میره بالا، بیت کوین میشکنه رو پایین میریزه، وارد بر مارکت شده، آلردی اصلاحاتش رو میده و تمام اینا رو ما قبول داریم. ولی انتظار یه اصلاح قبل از پامپ شدنش رو میدم و بعدش هم خب بشکنه بره بالا، کف سقولش عملی بشه، به تارگت مد نظرش برسه، بیت کوین بریزه و این هم به تارگت های مورد نظرش برسه. خب یعنی چیزی که خودم احساس میکنم اتفاق میفته این هست. بحثی که هست الان ما روی محدوده بسیار مهمی هستیم بچه ها. خب و یک ترند لاین نزولی هم داره، یک ترند نزولی رو بیت کوین داره و این ترند رو اگر که دیروز تا محدوده 95 میرفت، این ترند رو هم میشکست طبعا. خب ببینید کف و سقف های پایین تر داریم میزنیم و اگه 95 رو میشکست شما در واقع یک کف آلردی بالاتر زده بودی، یه الگوی در واقع شبه کف دوقلو هم تشکیل میدادی و میشد گفت تا $100,000 در واقع امکان رشد قیمتی بیت کوین رو میتونید داشته باشید. اگر که این محدوده 88 رو در واقع از دست بده بیت کوین، خب اصلاحش خیلی عمیق‌تر میشه و در واقع اون موقع میشه گفت تا محدوده $75,000 میره. ولی فعلا واقعا از لحاظ تایمینگی بعید میدونم که بخواد به این، چون حمایت دیگه ای سر راهش نیست بچه. ببینید چون حمایت دیگه ای، یعنی شما نمیتونی بگی آره مثلا اینو میشکنه مثلا از 83 برمیگرد یا 85 برمیگرد. ببینید واقعا حمایت به خصوص شما این یه تیکه ندارید. خب این یه تیکه پوچه، همینطور که رفته بالا احتمالش هم خیلی زیاده همینطور بیاد پایین و همینطور بره بالا. یعنی حمایت مقاومت به خصوصی وقتی توی یک بازی قیمتی تشکیل نمیده، عبورش هم از اون محدوده خیلی راحت تر میتونه باشه. اوکی، پس بعید میدونم فعلا بخواد این محدوده رو رد بکنه. به نظر خودم خیلی ساعت 10:30 تاثیرگذار هست توی روند قیمت و فعلا با صبور باشیم، اسکلپ های ریز بکنیم، زود بریم توی پوزیشن، زود بیایم بیرون که خیلی درگیر در واقع دراداون و این داستانا نشیم. همونطور که گفتم دامیننس تتر در واقع امکان یک حرکت صعودی قبل شکسته شدن مقاومت کف سقولوش داره. کف سقولو خودش آلردی یک الگوی فوق العاده صعودی هست برای دامیننس تتر، فوق العاده نزولی هست برای بیت کوین. ببینید شما اگر که بیارید و سایکل های قبلیتون رو نگاه کنید، هر سایکل از سقف تا کفش یه درصد کمتری ریخته و این سایکل هم کمتر میتونه بریزه با توجه به اینکه اصلا آل سیزن هم نداشتید. خب شاید خیلی کمتر هم بریزه. حالا یه خود جلوتر صحبت میکنیم. 93% در بار اول ریخته توی بر مارکتش، حدودا 85% بر مارکت دوم و اینجا حدودا 83% و آل سیزن آخری که داشتیم تا کفش 77. یعنی میشه گفت تقریبا هر سایکل داره 5% کمتر میریزه. خب شما مثلا بگو 70% بخواد بریزه، ولی چون که آل سیزن میشه گفت نداشتیم، خب
به نظر خودم حوالی 60% 50% به نظر خودم میتونه بریزه و کف بیت کوین حوالی $50,000 میتونه باشه. اوکی. و اگر ما $50,000 در واقع کف بعدی بیت کوین بخوام در نظر بگیریم، تقریبا ما حدوداً میشه گفت از شورتی که میتونستیم داشته باشیم 30% رو از دست دادیم و حدوداً میشه گفت 30% دیگهش باقی مونده، یعنی نصفشو از دست دادیم، نصف دیگهش رو میتونیم رو شورت داشته باشیم. یعنی حدوداً از همینجا هم شما در نظر بگیرید کف بیت کوین 50 بیشتر حدوداً 45%ش رو شما کماکان جا دارید که بریزید. ببینید شما خیلی چارت به وضوح مشخصه، از 75 تا حدود $90,000 بچه‌ها محدوده حمایت مقاومت به خصوصی اصلا قیمت تشکیل نداده. یعنی همونطور که دقت کنید این مقاومتی که شکسته شارپ رفته بالا، بعد که از دستش داده شارپ اومده پایین، مجدد اینجا شارپ رفته بالا، پس اگر هم اینجا رو بشکنه چون حمایت مقاومت درست حسابی تشکیل نداده، شارپ به نظر خودم میاد پایین. و اگه بخوای اینو مد نظر داشته باشی که این حمایت ضعیفیه و از دست میره، خب پس به احتمال زیاد شارپ هم میخواد بیاد پایین. خب و اگه شما کف بر مارکت تو بخوای حوالی $50,000 در نظر بگیری، خیلی بعیده که از لحاظ تایمینگی ما به این سرعت خب و بگیم توی در واقع حتی قبل 2026 حدوداً چند درصد 50% عذر بخوام از اون بالا تا این پایین بگیم 40% در واقع شارپ بخواد بریزه، بعیده چون حمایت مقاومت درستی هم تشکیل نداده. از لحاظ تایمینگی شما از این ور تایم زیاد میاری اصلا، یعنی بر مارکتت قبل 2026 مثلا بگی 40-50% رو ریخت که بعیده، بسیار بعیده. از این جهت هست که میگم این محدوده حمایتی امکانش زیاد هست که حفظ بشه خب و یه حرکت رو به بالایی بزنه قبل از اینکه لگ نزولی بعدیشو شروع بکنه. یعنی اگر که بچه این حمایت از دست بده، پوینت حرف من اینه حمایت به خصوص دیگه ای اینجاها نداره. خب یعنی شما حالا در نهایت هم اگه بخوای ولوم بندازی روی این یه تیکه، در نهایت محدود 85 رو داره بهت نشون میده، پوینت آف کنترل بیشن حجم معامله شده، جایی که مثلا بگید شاید متوقف بشه. ولی اگه تایم فریم در واقع هفتگی بیارید نگاش بکنید، اصلا چیز به خصوص این یه تیکه تشکیل نداده. خب و شارپ رفته بالا، شارپ رفته پایین، مجدد شارپ رفته بالا، پس شارپ هم میاد پایین. پس مادامی که هنوز این حمایت از دست نرفته، چون که احتمالش هست که شارپ بیاد پایین، من بعید میدونم اینو فعلا بخواد از دست بده، چون از لحاظ تایمی بچه‌ها بر مارکت شما 1 سال اکستند میشه. پس اگر که در واقع بخوای بگی این اومده $75,000 عملا 40% دامپشو قبل 2026 تموم کرده، پس نمیشه به نظر خودم این اتفاق. حالا بگی نمیشه و غیر ممکنه، در واقع یه چیز مسخره است تو این مارکت، همه چیز ممکنه هست و همه چیز میتونه اتفاق بیفته. ولی از لحاظ تایمی چون معمولا بر مارکت شما 1 سال اکستند میشه، خب اگه بخواد توی 2-3 ماه در واقع 40%ش رو ریخته باشه، خب پس میخواد مثلا توی اون 1 سال آینده مثلا 28% بریزه، 30% بریزه، بعید هست. خب بعید هست، پس احتمال یه حرکت رو بالا رو ما میدیم قبل از اینکه بخواد لگ بعدی خودش رو در واقع آغاز بکنه. و تاییدیه در واقع شکسته شدن ترند نزولیتون هم بچه این مورد در نظر بگیرید، این در واقع ترند نزولی در نظر بگیرید که همونطور که دارید می‌بینید برخوردهای زیبا و در واقع تمیزی هم داشته و شکسته شدنش خب یعنی مجدد ما یه بار دیگه محدوده 94 رو تست بکنیم، خودش یک الگوی کف دوقلو تشکیل داده و در واقع از لحاظ تارگتی ما به محدوده حتی 97-98 رو هم میتونیم برسیم. ولی که اگه این رو نشکنه، در واقع خب احتمال اصلاح در واقع 4-5 هزار دلاری از 89 تا حدود 84-85 هزار دلار، اونم چرا؟ چون که پوینت آف کنترل این یه تیکه هست که معامله شده فقط، خب و یعنی چیز به خصوص دیگه ای نداره. اگه دقت کنید بذارید من اینا رو حذف کنم، حجمو که میندازی توی این یه تیکه پوینت آف کنترلش داره 84-300 بهت نشون میده. یعنی عملاً ارزم خدمت شما ببینید، من این خط رو هم اینجا بذارم که تا اون ته بیاد که بهتون بگم. یعنی اگه واقعا این محدوده بخواد از دست بره حوالی $90,000،
در واقع 7% 8% دامپ بیت کوین میتونه در انتظار ما باشه، چون چیز دیگه زیرش نداره. اوکی، دامیننس تتر رو هم بهتون گفتم، امکان اصلاح قیمتی رو میدم قبل از در واقع شکسته شدن نکلاین و عملی شدن کف سقلو و دامپ سنگین بیت کوین. یعنی امکانی حرکت نزولی برای دامیننس تتر و صعودی برای بیت کوین هست قبل از اون دامپ سنگینی که میتونه اتفاق بیفته. مجدد دامیننس تتر داره اصلاح سنگین میده بچه‌ها. دامیننس دامیننس بیت کوین اصلاح سنگین میده. دامیننس بیت کوین اصلاح سنگین بده به این معنا هست، اینو 100,000 مرتبه گفتم، الان این خیلی راجع بهش صحبت کردم. یادتونه میگفتید پوریا الان اگر که از 60% بیاد 57 و 40% آلت سیزن میشه. حالا گفتم آقا این یک ذره اصلاح به هیچ عنوان آلت سیزن شما نیست و هیچ آلت کوینی نخرید و دیگه الان فاز بر مارکته. الان هرچی که حتی خیلی ها من دیدم، واقعا داشتم میدیدم توی یک ماه گذشته، توی یک ماه و نیم گذشته کماکان داشت خرید انجام میشد. یعنی داشت اون یوتیوبر میگفت برید بخرید، برید فلان آلت کوین رو بخرید، مادام که همشون تو خاک خون کشیده شدن. ها، و با وجودی که دامیننس تترت هم داره، دامیننس بیت کوینت هم داره میریزه، هیچ آلت سیزنی نمیشه. الان به حرف من رسیدید که چرا گفتم با دامیننس بیت کوین پامپ بشه، بیت کوین پامپ بشه به سقف برسن اونجا بریزه که شما آلت سیزن داشته باشی. الان این بریزه تا 57، فردا بیاد 55 هستن، آلت سیزن نمیشه چون بیت کوین داره جر میخوره. خب چون بیت کوین داره نابود میشه، دهنش داره سرویس میشه. وقتی بیت کوین دهنش داره سرویس میشه شما آلت سیزن ندارید. وقتی بیت کوین رفت سقف جدید زد روی سقف، دامیننسش ریخت، اونجا آلت سیزن میشه. نه مادامی که مارکت توی فاز ترس شدیده. وقتی که مارکت توی فاز اصلا ترس شدید هست، بیت کوین خودش کف داره، هی داره کفای پایین تر میزنه، اصلا ریتیل تریدر تمایلی برای خرید آلت کوین نداره، ترسیده، توی فاز ترسه. ببینید هیچ وقت توی فاز ترس آلت سیزن نمیشه. همیشه اون مارکت اون تایمی که رفته توی طمع، یکی دو هفته توی طمع مونده، سرمایه ورود پیدا کرده به آلت کوین ها، اونجا آلت سیزن شده و بعدم به اتمام میرسه. مادامی که مارکت توی فاز ترسه، مادامی که بیت کوین داره میریزه، به همین خاطر بود هی تکرار میکردم بیت کوین باید پامپ بشه، به سقف بالاها برسه، بره توی فاز طمع. وقتی که توی فاز طمع بودی آلت سیزن میشه. مادامی که مارکت توی فاز ترس هست، ریتیل تریدر هیچ علاقه‌ای به خرید آلت کوین ندارد، مارکت میریزه. درسته؟ و مادامی که دامیننس بیت کوین میریزه، بیت کوین هیچ حرکت به خصوصی نمیخواد انجام بده. این از من داشته باشید. هیچ مقاومتی رو نمیخواد بشکنه، هیچ اتفاق به خصوصی نمیخواد بیفته. میریزه، همه چی با هم میریزه. فقط لطفی که به آلت کوین ها میشه، بیت کوین 1.5% میریزه، آلت کوین هم 1.5% میریزه، 2% میریزه، 0.5% میریزه، 3% میریزه. اگه این در حال پامپ شدن بود، آلت کوین جر میخورد. یعنی 1.5% ریخته بود، 5 الی 10% میریختن. اوکی، امیدوارم ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. تا آخر شب صبر کنید یه اتفاق بیفته، این خبر بیاد، یه خورده روند و جون بگیره مارکت، ببینیم که چه اتفاقی میخواد بیفته. کماکان روی ولیو ایریا لو ما، مهمترین در واقع حمایتی که از لحاظ حجم ما تشکیل داده بودیم، قیمت در حال ارزم خدمتتون معامله شدنه. احساس خودم این هستش که از اینجا برمیگردیم بالا، چون تمامی لیکویدیا سمت بالا هست. هر نزولی یک اصلاح صعودی داره و این اصلاحش هم ما نمیگیم برگرده 130,000 دلار، برگرده 97 95 یا حتی 100,000 دلار، یه پولبک بزنه و بعد بریزه که اجازه بده ما هم یه شورت توپل مپل باز کنیم، چون داره نمیذاره این کار انجام میشه. امیدوارم ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. عزیزان لایک کامنت سابسکرایب تنها راه حمایت شما از چنل خودتون هست. تا فردا، خدا یار و نگهدارتون.